ثنا و حمد و دائم مر خدا را، که با لطفش هدایت کرد ما را. حضرت علی رضی الله عنه در آخران شب رمضان ندای جانگداز کرده می گفتند: ای کاش می دانستم که آن بنده مقبول درگاه کیست تا تبریکش کنم، و آن بنده محروم کیست که برایش تعزیه بیان نمایم. رمضان به پایان نزدیک می شود دوستان، و یا به گفته موی سفیدان ما سفرش پیر شد. کلماتی که در دل حسرت به بار می آورد، زیرا همگی از پیری می ترسیم. گروه موسم رمضان را به تجارت سودمند تبدیل داد. گروه دیگر باشد از این موسم مفلس بیرون می شود. خوشا به حال آنانی که فایده برای خود برداشتند. آنان مفلس شدند که بهترین فرصت سودای عمر خود را از دست دادند. خیر زیان دیدند. چون این فرصت برایشان بار دیگر میسر خواهد شد یا نه، کسی جز خدا نمی داند. روزهای زیبایی که با نماز، سحرخوری و افطار، قرآن خوانی، تراویح و قیام، صدقه، ذکر و دعا و نیکی و احسان پس سر می شود. رمضان مهمان با برکتی هستی که به شرافت تو طعم ایمان را دانستیم، روزه را شناختیم، شیرینی اشک ریزاندن در پیشگاه خدا را چشیدیم، حلاوت مناجات سحرگاهان را دیدیم. مهمان عجیب هستی که ما را گشنه می داری، ولی با این همه دوستت می داریم. ما را از بسیار خوشی ها محروممان می کنی، ولی باز هم از تو خوشمان می آید. مهمان هستی که ما را تقوا می آموزی، ما را دوری از غیبت می آموزی، ما را وادار می کنی تا با روح و تنمان روزه داریم. این همه برایمان آسان نبود، ولی باز هم دوستت می داریم. اکنون کنی آن مهمانی که ما را همسان فرشتگان کند، فرشته خو کند. کجا آن ماهی که پنجه که کره زمین را برای یک ماه صبر و شکیبایی می آموخت، مهمانی که دسترخانش تمام قشرهای جامعه را سرجم می کرد، ماهی که همدردی گرسنگان را به ما تلقین می کرد. احساس دارید که چی ماهی از ما رفته ایستاده است؟ ماهی که درهای آسمان باز بود تا دعاهای ما اجابت شود، درهای بهشت کشاده، درهای دوزخ پوشیده، شیطانها زنجیربند. ماهی که هر روز آن ماه گروه از مردم از دوزخ آزاد می شوند. رمضان بهترین انیسمان بودی، ما را به کی گذاشته می روی؟ تو بودی و ما یا در نماز، یا در روزه، یا در قیام، یا با قرآن، یا با دعا هم نشین بودیم. تو بودی و مسجدها آباد بود و صدای تنین تسبیح و تکبیر خیابانها را پخش میکرد. تو بودی که دلهای شکسته را جبران میکردی، گرسنه را سیر میکردی. برای عارفان باغی بودی که شب و روز از آن بیرون نمیشدند، باغی که بهشت را میماند، بلکه خود بهشت بود. ماهی که در آن حتی غفلت زده ها خود را از عصیان آشکار باز می داشتند. چگونه ما را ترک میکنی که ما به تو انس گرفتیم و الفت شده ایم؟ رمضان، آیا ناله عاشقانت را نمی شنوی؟ آیا آه جانگداز دوستدارانت را نمی شنوی؟ گفتند عارفان درگاه عادت داشتند که 6 ماه دعا کنند تا به رمضان رسند. بعد از آن 6 ماه دیگر دعا می کردند که روزهشان قبول باشد. الوداع رمضان، الوداع ای انیس دلها.